نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد و هر روز هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. در این برنامه هم در امتداد برنامه‌های گذشته به بررسی آیات دیگری از سوره مبارکه 8 می‌پردازیم، سوره‌ای که به نام سوره بنی نضیر هم معروف است و درباره غزوه بنی نضیر و جنگ مسلمان‌ها با یهودیان بنی نضیر اتفاق افتاد. الله متعال در آیات گذشته در آیات ابتدا تا 10 از سوره مبارکه 8 درباره حکایت شکست بنی نضیر صحبت فرمود و تقسیم اموال غنیمتی که به نام مال فی از آنها به دست مسلمان ها افتاد و همچنین درباره موارد مصرف مال فی و در آیه 8 درباره مهاجرین صحبت فرمود که مهاجرین کسانی بودند که به خاطر الله و رسول هجرت کردند، رضایت او رو طلب می‌کردند و نیتشان یاری الله و رسولش بود. آنها صادق بودند در این ادعای خود و در این رفتار خود و در این هجرت خود. و بعد به معرفی انصار پرداخت برای ما و انصار را برای ما معرفی نمود. انصار رو رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که در مدینه منوره رفتند اونها رو پیمان برادری بست با مهاجرین و الله متعال اونها رو تأکید کرد و فرمود که اونها کسانی را که پیش اونها رفته بودند دوست داشتند و اونها رو بر خود ترجیح میدادند و الله متعال فرمود اینها رستگار شدند و در ادامه فرمود کسانی که بعد از مهاجرین و انصار می آیند از امت اسلامی کسانی هستند که میگویند خداوندا بارالله ما را ببخش و کسانی که از برادران ما در ایمان بر ما سبقت گرفتند و در دل ما نسبت به برادران ما کینه و بغضی قرار نده که تو بخشنده و مهربانی. در ادامه الله متعال وقتی که مهاجرین و انصار و بقیه امت رو معرفی کرد منافقین رو معرفی میکنه. منافقینی که به یهودیان بنی نضیر وعده داده بودند که ما پشت سر شما هستیم و از شما حمایت میکنیم و شما رو ترک نمی کنیم و شما رو رها نمی کنیم، شما هم محکم بایستید و میدان را خالی نکنید. اما وقتی که یهودیان محاصره شدند و قلعه های اونها محاصره شد و همچنین نخلستان های آنها با آتش کشید، چند روزی محاصره ادامه پیدا کرد و منافقین ترسیدند و هیچ کاری نکردند و یهودیان هم تسلیم شدند. الله متعال در آیه 11 به بیان منافقین میپردازد. بعد از ذکر اوصاف صحابه حقیقی رسول علیه الصلاه و السلام مهاجرین و انصار و پیروان واقعی مهاجرین و انصار مسلمانان حقیقی، در آیه بعد چهره منافقین رو برای ما در آیه 11 معرفی می‌فرماید. الله متعال می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین نافقوا، آیا ندیدین و نگاه نینداختین به سوی کسانی که منافق شدند، یقولون میگویند و گفتند لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، اینها به برادرانشون از اهل کتاب میگویند. اینها الله تعالی اینها رو برادر اونها خواند. منافق برادر کافر است. الله متعال میفهمد برادران کافر خودشون از اهل کتاب گفتند لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر
نترسید، ما با شما هستیم. اگر شما رو از اینجا بیرون بکنن لنخرجن معکم، با 3 تا تاکید، لام تاکید در ابتدا و یک نون تاکید ثقیله که 2 تا تاکید میشه در انتها. لنخرجن، قطعا، حتما و یقینا ما هم با شما میایم بیرون، ما هم خارج میشیم، اینجا نمی نشینیم، ما شما رو تنها نمیگذاریم، ما با شما خارج میشیم و شما رو نصرت یاری میکنیم. لنخرجن معکم، حتما با شما خارج میشیم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، درباره شما از هیچ کسی اطاعت نمی کنیم. هرگز امکان نداره که ما درباره شما با مسلمان ها همراه بشیم و اگر خواسته باشن بر علیه شما جنگی بکنن، خواسته باشن بر علیه شما حکمی رو صادر بکنن، ما با اونها نخواهیم بود، ما با شما هستیم. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، هرگز این کارو نمی کنیم. و این قتلتم لننصرنکم، اگر جنگی بشه با شما و به شما حمله‌ای بشه و به شما حمله بکنن، ما شما رو یاری میکنیم. اگه مورد جنگ قرار گرفتید و مورد حمله قرار گرفتید، لننصرنکم، قطعا، حتما، یقینا، و بالله ما این کارو میکنیم. والله یشهد انهم لکاذبون، اونها قسم میخوردن که ما این کارو میکنیم، والله متعال میفرماید الله شاهد است. انهم لکاذبون، اینها دروغ میگویند. دروغ میگفتن همون موقع هم. اینها منافقین جرأت همراهی با اونها رو هم ندارن. منافق انقدر ترسو و بزدل هست، بعض مسلمان ها میترسه که هرگز جرأت نمیکنه که با اینها همراه بشه. والله یشهد انهم لکاذبون، الله شهادت میدهد که اینها دروغ میگویند. لئن اخرجوا، اگر اونها اخراج بشن، یهودیان با اون دشمنان، لا یخرجون معهم، اینها با اونها بیرون نمیشن، اخراج نمیشن، خارج نمیشن با اونها. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم، اگر جنگ هم صورت بگیره اونها رو یاری نمیکنن. این یاری نکردن اینها و این خارج نشدن اونها به این خاطر نیست که اونها رو دوست ندارن، زورشون نمیرسه. ولئن نصروهم، و اگر هم اونها رو نصرت بکنن، لیولن الادبار، در این جنگ که یک طرفش مسلمان ها هستن و یک طرف دشمنان مسلمان ها و منافقین میرن با دشمنان مسلمان ها همراه میشن، میترسن، فرار میکنن، میدان روی منافقین خالی میکنن. ثم لا ینصرون، اون موقع که دیگه وقتی که دشمنان رو هم نتونستن یاری بکنن و فرار کردن، اون موقع دیگه کیه که اینها رو یاری بکنه؟ ثم لا ینصرون، اون موقع میدونن که دیگه هیچ نصرتی نخواهند شد. این بزدلان میدونن که اگر برن از این کافران حمایت بکنن نمیتونن، جرأتش رو ندارن، فرار میکنن و وقتی که فرار کردن کافرها که شکست میخورن، مسلمان ها میمانند و این منافقین، اون موقع چیکار باید بکنن؟ که اونها رو نجات میده دست مسلمان ها. اینها شدیداً از مسلمان ها میترسن. منافق وقتی از کافر تعریف میکنه، منافق وقتی که طرف کافر رو میگیره و از او حمایت میکنه و تشویق میکنه اونها رو، به خاطر ترسش از مسلمان هاست، به خاطر اون خوفیه که در دل از مسلمان ها داره. به این خاطره لأنتم اشد رهبة فی صدورهم من الله، شما شدت ترس اینها از شما بیشتر از ترس اینها از الله متعال است. انقدری که اینها از شما ای مسلمان ها میترسن، از الله متعال نمیترسن. منافقین انقدری که از مسلمان ها میترسن، الله متعال میفهمند از الله نمیترسن. لأنتم اشد رهبة فی صدورهم من الله، اینها ترسشون از شما خیلی بیشتر از ترس اینها از الله متعال است. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، چرا باید ترس اینها از شما بیشتر از ترسشون از الله متعال باشه؟ چون اینها قوم نافهمی هستند، قوم نادانی هستند. لا یفقهون، درک نمی کنن، بی شعورن. اینها اگه شعور می داشتن اینها نباید منافق می بودن. اینها چرا باید بیشتر بترسن از شما؟ اینها باید از خدای شما بترسن، از الله بترسن که خالق و مالک اونهاست، از عاقبت خود بترسن، از دوزخی که پیش روی اونهاست بترسن، از بعد از مرگ خود بترسن، از الله بترسن، ادعای دروغ ایمان نکنن، واقعا ایمان بیاورن. چرا از شما باید بترسن؟
اینها ترسشون از شما بیشتر از ترس اینها از الله متعال است، چون اینها انسانهای بیشعوری هستند، اینها انسانهای نفهمی هستند، اینها به الله تعالی اعتقاد ندارن، باور ندارن. اینها اگه به الله تعالی اعتقاد می‌داشتن، باور می‌داشتن، الله رو آن گونه‌ای که شایسته است می‌شناختن و ایمان می‌آوردن، نباید انقدر از شما می‌ترسیدن. وقتی ایمان داشتن به الله متعال، دیگه چرا از کسی دیگری بترسن؟ چرا از شما بترسن؟ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. این منافقین با اون همراهانشون، اون حامیانشون از اهل کتاب، اون کفار، یهودیان، مسیحیان، همه اینها چون از شما شدیداً میترسن، نمیتونن با شما بجنگن به این راحتی. لا یقاتلونکم، اگر بجنگن هم نمی جنگن با شما جمیعاً دست جمعی، الا در یک حالت احتمال داره که نه با شما به جنگ حاضر بشن همشون با هم دست جمعی، الا فی قرى محصنه، مگر در آبادی هایی که دور بر اونها قلعه های محکمی، دژ های محکمی گرفته، داخل قلعه های محکم، داخل شهرک های محافظت شده، برن پنهان بشن، از اونجا دیگه شروع بکنن به زدن شما، داخل دژ های مستحکم پنهان بشن. اینا غیرت این رو ندارن که بیان در میدان با شما بجنگن. باید کلاهخود بگذارن، باید زره بپوشن، باید ضد گلوله بپوشن، سلاح‌های آنچنانی دستشون باشه. این هم خودش یک دژ است. پشت دیوارها، پشت سپرها، پشت تانک‌هاشون مخفی میشن. اینها جرأت جنگیدن با شما رو ندارن. حتی دست جمعی با هم. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر، یا اینکه پشت دیوارهای بلند و محکم، دیوارهای امنیتی، دیوارهای بتونی، دیوارهایی که با سیم‌های خاردار محاطه شده، دیوارهایی که پر از دوربین‌ها هستن، از پشت اون دیوارها موشکی پرتاب بکنن به سمت شما. اینها بزدلن. کافر بزدل است. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله متعال میفهمد در دل مشرک و کافر من ترس انداختم به خاطر آن شرکی که به الله متعال انجام میدهد. کافر مشرک بزدل است، میترسه. اون شجاعت و شهامتی رو که مؤمن در میدان جهاد داره، در میدان جنگ داره و عاشق شهادته و آماده کشته شدنه و آماده فدا شدن، هرگز کافر نداره. به چه امیدی کشته بشه؟ چرا کشته بشه؟ اون که به آخرت اعتقادی نداره، باوری نداره، چرا باید خودش رو فدا بکنه؟ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینهم شدید. اینها اختلاف زیاده هم با هم دارن، با هم دیگه اختلاف دارن. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. شما ظاهر رو میبینید که اینها با هم متحدن، یک دستن، اما قلوب اینها، قلبهای اینها پاره پاره است. اینها با هم اختلافات زیادی دارن، حزبهای مختلفی هستن، دسته‌های مختلفی هستن، گروه‌های مختلفی هستن. اینها فقط در یک جا متحدن بر علیه شما، اما بین خودشون بسیار با هم اختلاف دارن. اینها فقط یک وجه مشترک دارن، دشمنی با حق است و این مجالی است که میشه از این استفاده کرد برای زدن اونها. بأسهم بینهم شدید تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اختلاف ایجاد کردن، زدن مشرک با مشرک. اینها نقاط ضعف اینهاست که الله متعال ما یاد میده تا از اینها استفاده بکنیم که چطور اینها رو میشه زد. بأسهم بینهم شدید، درگیری های اینها، اختلافات اینها، دشمنی اینها بینشون خیلی شدیده. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. فکر میکنی با همن، اما اینها بسیار اختلاف دارن. ذلک بانهم قوم لا یعقلون. چون اینها قومی نادانن، عقل ندارن، خرد ندارن، عقل و خردشون کار نمیکنه. اینها با هم دیگه هم خیلی دشمنن. هر جا که توحید نباشه، هر جا که توحید نباشه وحدتی نیست. وحدت در زیر سایه توحید است. چون توحیده که اخوت برادری ایجاد میکنه، دوستی ایجاد میکنه، یک هدف واحد، آیندهی واحد، جنت الفردوس، رضایت الله متعال، اعلای کلمت الله. اینها همه عزتها، اینها همه مفاهیم عمیقی هستند که همه رو در کنار هم جمع میکنه. اما کافر به خاطر چی باید جمع میشه؟ مصالح دنیوی است، غیر از این چیز دیگری نیست که اونها رو جمع بکنه. اینها قومی نیستن که زیاد اهل فکر و درک و درایت آینده و بعد از مرگ و جهان آخرت باشن. اینها این گونن. کمثل الذین من قبلهم قریبا.
مثال اینها به مانند کسانی است که قبل از اینها بودن و زیاد هم دور نشد. بنی نظیری که این آیات درباره‌شون نازل شد 2 سال قبلش در بدر مشرکان قریش که این همه کبکبه و دبدبه داشتن سرانشون کشته شد و به چاهای بدر افتادن. جنازه های اونها به چاهای بدر انداخته شد. کمثل الذین من قبلهم قریبا ذاقوا وبال امرهم، چشیدن مجازات کارشون رو. ولهم عذاب علیم، و برای اونها عذاب دردناکی است. سرانجام همه مشرکین و کفار همین است. سرانجامشون همین است. عذاب دردناکی پیش روی اونهاست در همین دنیا قبل از آخرت. کمثل شیطان، حکایت وعده منافقین به اهل کتاب، کفار اهل کتاب، مثل وعده شیطان است. اذ قال للانسان، وقتی به یک انسانی میگه اکفر، کافر شو، فلما کفر، وقتی کافر میشه میگه تو کافر شو، من با تو هستم، حمایت میکنم ازت، گناهت هم بعد من هستم پشتت، هیچ قصه نخور. وقتی کافر میشه میگه قال انی بریء منک، من از تو بیزارم. انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از الله رب عالمیان. حکایت پیمان شیطان، پیمان منافق و کافر مثل حمایت شیطان از یک کافر است. اینو شیطانه، منافقان شیطانه، نه دوست اینن نه دوست اون، مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء، نه با مسلمانن نه با کافرن. اینا پستر از کافرن، اینها پستر از کافرن. شیطانی هستن که میان وسوسه میکنن و بعد ول میکنن. شیطان می طرف میگه کافر شو، بعد میگه من از خدا میترسم. در همین که میگه من از خدا میترسم هم دروغ میگه. شیطان اگر از الله تعالی میترسید که نافرمانی نمیکرد الله تعالی، اگر میترسید چرا نافرمانی کرد؟ انی اخاف الله رب العالمین. این هم شعار دروغین شیطان است. همونجوری که منافقین دروغ میگن، همیشه پیش مسلمان ها میان و میگن ما میترسیم از الله تعالی، ما مسلمانیم، ما از آینده میترسیم، ما از عذاب قبر میترسیم، و در حالی که هیچ باوری به این چیزها ندارن. اگر شیطان میترسید اونها هم میترسیدن. حکایت اینها مثل شیطان است. این شیطانن و کافرها هم اون بدبختی است که شیطان اون رو فریب میده. منافق به این خاطر بدتر از کافر است، بدتر از کافر است. سرانجام همه اینها شیطان و منافقین و کفار، فکان عاقبتهما، عاقبت شیطان و اون انسانی که اونو کافر کرد و گفت من پشتت هستم، وقتی کافر شد ولش کرد، عاقبتش رو الله متعال میفرماید انهما فی النار، همه اینها، هر دو اینها در دوزخن، خالدین فیها، خالدین فیها، دوتاشون، هم شیطان همون انسانی که شیطان اون رو کافر میکنه، به او وعده و وعید میده بیا این کارو بکن. کسانی رو که شیطان کافر میکنه وسوسه میکنه. کفر به خاطر چی کافر میشه؟ به خاطر پست و مقامی، به خاطر ثروتی، به خاطر قدرتی، به خاطر شهوتی، به خاطر حطام دنیا، به خاطر چند صباحی که زنده است، به خاطر اینکه کرسی به دست بیاره وسوسه میکنه او رو بیا این کارو بکن. این کارو میکنه، بعد ولش میکنه. وقتی کافر شد، وقتی غرق شد در عصیان، وقتی که فراموش کرد خودش رو، وقتی تو این منجلاب افتاد، دیگه همونجا ولش میکنه، دیگه خودش غرق شده، دیگه اونجاست که دیگه یک دفعه خودش رو در کنار شیطان در دوزخ میبینه. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. و این پاداش ظالمان است، این سرانجام ظالمان است. هر ظالمی که پشت شیطان رو بگیره و راه شیطان رو ادامه بده، عاقبتش این است که در دوزخ خواهد ماند به همراه شیطان و در دوزخ باقی میماند. الله متعال برای ما از آیات 8 تا 17 سوره 8 مؤمنین حقیقی رو معرفی کرد. مؤمنین حقیقی 3 گروه هستند: مهاجرین و بعد از آنها انصار. در آیه 8 مهاجرین رو معرفی کرد، کسانی که از مکه هجرت کردند صحابه و مدینه. در آیه 9 انصار رو معرفی کرد، کسانی که نصرت کردن مهاجرینی رو که به مدینه رفتن. و در آیه 10 مؤمنان حقیقی پیرو صحابه، یعنی مهاجرین و انصار رو معرفی کرد که بقیه مؤمنان حقیقی امت هستند که درباره اونها دعای خیر میکنن. ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالایمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. و میفرمایند که خدایا ما را ببخش و کسانی که در ایمان بر ما سبقت گرفتند که مهاجرین و انصار در رأس اونها هستند و همه امت اسلامی که پیرو مهاجرین و انصارند و در دل ما نسبت به هیچ مؤمن و مسلمانی مخصوصا صحابه رسول الله علیه السلام کینه و بغضی قرار نده و ما را ببخش که تو بخشنده و مهربانی. بعد از این سه گروه مهاجرین و انصار و مؤمنان حقیقی که پیروان و حقیقی مهاجرین و انصار هستند والذین تبعوهم به احسان، به تعبیر آیه 100 سوره مبارکه توبه منافقین رو معرفی کرد و صفات منافقین رو و سرانجام منافقین رو و الله متعال ما و شما رو نجات بده از این فتنه ها و مؤمنان حقیقی بگرداند در راه خود و با اون اولیای الله متعال مهاجرین و انصار محشور بگرداند، آنگونه که در آیه 100 سوره توبه فرمود و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار، سبقت گیرندگان اولیه در ایمان که همون مهاجرین و انصارن، والذین تبعوهم به احسان، و کسانی که از آنها به نیکی پیروی میکنن، رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله تعالی از اونها راضی شد و اونها از الله تعالی راضی خواهند شد. و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، و برای اونها آماده کرده باغهایی که از زیر نهرها، از زیر باغهای اونها نهرها جاری است، تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، در اونجا جاودانه خواهند ماند و این رستگاری عظیم و بزرگ است. الله متعال به ما شما توفیق بده تا دلمون رو پاک بکنیم از کینه و بغض نسبت به دیگر مسلمان ها، تا الله متعال ما رو ببخشه و با اونها محشور بکنه و از نفاق و یاری شیطان و همراهی با شیطان ما شما رو محافظت بگرداند. تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو و الله متعال می سپارم. الله یار و نگهدارش. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعاني